نمیدونم چرا توی برهه‌ای از زمان قرار گرفتم که اینقدر مشکلات متعددی باید برای من پیش بیاد. جی تی وی که 14 کی تقریبا ساب داره، ولی خب داری میبینین خودتون، نه همش به خاطر ناامیدیه بچه‌ها. شاید شما الان یه سریتون رو درک نکنید، بزرگتر شید یه کاری کسب و کاری چندین سال عمرتون رو بذارید یهو صفر. من نباید بگم ولی خب احتمال یوتیوب خوره پاکش بکنه. احساس من مرگ و اینا دارم حقیقتا. بازی متاسفانه بازم اتفاق نیفتاد. و چی شد که اصلا مموتی ریخت به هم؟ چی شد که اصلا مموتی فعالیت نکرد؟ چی شد که اصلا حالش بد شد؟ نباید توی گذشتمون از یه سری چیزا فقط باید عبور کنیم و من این کارو نکردم. همین. یه موقعی به پایان میرسه، میدونی به تهش میرسه دیگه. نمیکشم وصیتش دیگه، میخوام هرچی تا هر جاش هست و برم جلو. نمیکشم ناموسن دیگه، نمیکشم ادامه بدم. نمیدونم توی دورایی هم که اصلا برم دنبال کار زندگیم یوتیوب بکنم یا مثل همیشه یوتیوب بچسبم کار زندگیمو بکنم. منم مثل شما آدمم و دل دارم و قطعا یه سری جا ناراحت میشم. هیچ وقت نمیام جلو دوربین بگم از آخرین لایو استریم که گذاشتم خاطر خوبی ندارم، فقط اذیت از بچهای هموطنمون. یه آدمی یه خاکی رو آسفالت کرده و تا ته اون جاده‌ای که می‌خواسته، چون میدونسته تهش مثل خیلی خوبه، با عشق و ذوق دویده، یهو یکی میاد برش می‌داره سر اول جاده.